سلام، فرزانه هستم، آموزش دیده نان و شیرینی از سوئد. و امروز در خدمت هستم برای درست کردن این شیرینی‌های خوشمزه‌ای که در تصویر دارید می‌بینید به اسم سملا. سملا توی سوئد خیلی معروفه و یک روز مخصوص برای خودش داره که داستان اونم هم براتون توضیح میدم که چطوری هستش. ما در ابتدا شیر داریم که شیرمون باید به دمای بدن باشه و بعد بهش خمیرمایه اضافه میکنیم. من خمیرمایه تازه استفاده کردم، شما میتونید از خمیرمایه خشک استفاده کنید که مقدارش کم کمتر میشه. ما اینجا آرد داریم و هلی که استفاده میکنیم حتما باید هل کوبیده شده باشه و هل پودر شده به درد ما نمیخوره، چون باید توی خمیر مشخص باشه و این بایده و هل کوبیده باشه باید استفاده کنیم و شکر رو بهش اضافه میکنیم. و ما کره داریم که کره‌مون به دمای محیط هستش. تمام مواد رو به دستگاه میبندیم و شروع میکنیم به هم زدن. وقتی که هم میزنیم حتما باید حواستون باشه 4 دقیقه اول ما با سرعت خیلی پایین میزنیم، بعد از 4 دقیقه 6 دقیقه با سرعت بالا میزنیمش. امکانش هستش که شما نیاز داشته باشید یکم بهش 1-2 قاشق بهش شیر اضافه کنید. فقط حواستون باشه این خمیر نباید شل بشه، بعد جوری بشه که وقتی که تست پنجره ازش میگیم به راحتی بتونید تست بگیرید و خیلی شل و ول نباشه. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادیم و به اتمام رسید، ازش تست پنجره میگیریم و بعد چونه میکنیم. ما اینجا چونه هایی که در نظر میگیریم بین 70 تا 75 گرمه که اونا رو قشنگ با دست گردشون میکنیم و کنار هم میچینیم و میذاریم برای استراحت اینجا حدوداً باید جوری باشه که این چونه هایی که درست کردیم 2 برابر بشن. من نمیتونم بهتون زمان بدم، من حدود 2 ساعت و نیم طول کشیدش، به خاطر اینکه دمایی که من داشتم سرد بود. اگه دمایی که شما دارید گرمتر نگاه کنید، وقتی که به 2 برابر رسید اون موقع است که کامل شده. این شیرینی خیلی خیلی معروفه توی سوئد و توی ماه‌های 3 ماه اول سال، یعنی ژانویه، فوریه، مارچ، این درست میشه و یک روز مخصوص برای خودش که اولین سه‌شنبه ماه مارچ که هر وقت رسید به اون سه‌شنبه، این روز شروع میکنم به درست کردن و همه شرکت ها، همه جاهایی که هستش برای کارکنانشون سفارش میدن و اینو درست میکنن و همه اون روز بهش میگن سه‌شنبه چاق و هر کس حداقل یه دونه از این سمله ها رو اون روز میخوره. و توی سوئد قبلا فقط یک مدل بوده که ازش استفاده میکردن برای اون درست کردن. بعد از اینکه این خمیر رو درست میکنی، برای مواد داخلیش یه چیزی با خمیر مارسیپان که همون بادوم و اینجور چیزاست، بادوم و شکره که درست میشه و بعد بهش شکر دوباره اضافه میشه درست میشه، که من آموزش براتون گذاشتم، بعداً خواهید دید. اینجا من بهتون میگم که وقتی که گرد کردید دارم بهتون توضیح میدم که یکم با دست فشار میدید که خیلی یکم پختر بشه، زیاد اینجوری گردی توپلی خیلی زیادی نداشته باشه. البته زیاد خیلی مهمی نیست، اما اینجوری میتونه انجام بدید. نکته دیگه ای که هستش، گفتم با این خمیر، این مایه که درست میکنیم، اصل قضیهش اولین چیزی که بوده همین خمیر مارسیپانه بوده با خامه که روش میاد. اما الان جدیدن مدل های متفاوتی از سملا رو ما میتونیم توی سوئد پیدا کنیم که به جای اون خمیر بادومی میان از وانیل استفاده، کرم وانیلی که همون کرم پتیسیر ما تو ایران بهش میگیم، استفاده میکنن و بعد همون خامره که روش میریزن. یا خیلی ها هستن که تو با نوتلا درست میشه، با خمیر پسته درست میشه، مدل های متفاوت. و من تو اینجا فقط بهتون خمیر پایه که هستش رو بهتون آموزش میدم و کرم پتیسیر که هستش و
خامه روش هم میتونن شکل بدن که مثلا برای یه مدلش هم که من اینجا برات درست میکنم، خامه رو با مربای بلوبری مخلوط میکنن. اما هر جایی که برید برای خودشون، حتی الان این دبی چاکلت که الان خیلی معروف شده، یه سری جاها هستن که همین سملا رو با دبی چاکلت درست میکنن. به هر مدلی که شما بگید توی یک سوئد میتونید پیدا بکنید. الان اینجا ما میخوایم مایه توش رو درست کنیم که همون خمیر مارسیپانی که توی ایران هستش برای درست کردن قرابی ازش استفاده میشه، اونو میریزیم داخلش، شکر میریزیم و اینجا ما بادوم های خورد شده، حالا میتونید بادومتون با پوست باشه، میتونه بدون پوست هم باشه، فرقی نمیکنه، من دنبالش استفاده میکنم. بادوم های پوست شده خورد شده یه درشت خیلی ریز نیست و دندونگیر باشه، اون رو بهش اضافه میکنیم و آب رو کم کم بهش اضافه میکنیم تا یه مایه روون، نه خیلی شل نه خیلی سفت باشه که قشنگ بشه توی قیف ریختش رو استفاده کردیم که تو تصویر میبینید بعد این شکلی باشه. اینو و اینجا ما باید با قیچی قشنگ سرش رو به صورت مثلث در بیاریم و این سرش رو نگه میداریم، درش رو نگه میداریم که بعدا روش میذاریم و داخلش رو با این خمیری که درست کردیم و با خمیر وانیلی، کرم وانیلی میتونیم پر کنیم. و این مدلی هم که هستش، میتونید یه مدل دیگه هم که نشون دادم توی تصویر براتون که میتونید سرش رو فقط به صورت ساده برش بزنید، اما متداول ترین برشی که هستش همین برش مثلثی هستش و خیلی هم شیک‌تره. و اینجا ما میایم این خمیر که درست کردیم و پایپ میکنیم توی نون. و ما اینجا نیاز به خامه داریم. ما خاممون نباید شیرین شده باشه. این سوئدی اصلا خامه رو شیرین نمی کنن و خامه‌ای که دارن مثل شیر میمونه و اینو به دستگاه میبندن و هم میزنن، هیچی بهش اضافه نمی کنن. اما شما اگه خواستید استفاده کنید، بهترین گزینه به نظرم خامه صبحانه باشه. البته من شنیدم که خامه های مثل شیر اینجوری تو ایران اومده. اگر اومده که از همین استفاده کنید و بزنید مثلا تا سفت بشه بدون هیچ شکری. و سوئدی دوست ندارن چون اون کرم بادومی شیرین هستش و روش پودر قندم که میاد کلا شیرین میشه دیگه و نیاز نیستش که استفاده کنید از شکر. و اینجوری با این ماسوره یا با یه دونه ماسوره گل روی شیرینی پایپ میکنیم و این شکلی و درش رو میذاریم و پودر شکر میاد روش. برای مدل بعدی هم که بهتون گفتم، همون که توش کرم وانیلی استفاده کردیم، برای اون خامه رو فقط با یکم مربای بلوبری قاطی میکنیم و روی کار دوباره مثل همین پایپ میکنیم و درش رو میذاریم و در آخر پودر قندم روی این الک میکنیم و تموم میشه. این شیرینی موندگاری زیادی نداره، اصولا 1 تا 2 روز هستش، به خاطر اون خمیری که داره، اون نون بافت نونی که داره موندگاری نداره. بهتره که همون روز استفاده بشه یا 1 روز بعد. امیدوارم که این آموزش خوشتون اومده باشه. منو دنبال کنید. ممنون.